در وزارت کارهای داخلی با اشتراک کاتب شورای امنیت جمهوری تاجیکستان رحمان یوسف احمدزاد، وزیر کارهای داخلی، معاونان وزیر و سرداران ریاست‌های دستگاه مرکزی وزارت کارهای داخلی برگزار می‌گردد. محترم نمایندگان پشتوی اخبار امت، حاضران گرامی، پیش از همه حضور همه شما را در این نشست مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی صمیمانه خیرمقدم می‌کنم. سلام بخواهم و چند نکته مهم که به هدف و اهمیت چنین ملاحظات در حضور توجه شما را جلب دادم. نشست مطبوعاتی نه فقط یک میدان سوال و جواب نگران و مفاهمات در بلکه این استادگری وسیع فصیل دیپلمات‌های جوهرداری کنسیل این چنین موقعیتی اصلی نشست‌های مطبوعاتی پیش از همه و جامعه مسئولیتی اطلاعی واقعی کنید و مهمیتی مفاهمات کشور شرط تشکیلاتی مقبولات سبب‌های پیدایش و راه‌های حل آنها ترتیب‌های اندیشیده‌شده جهت تامین خدمات جمعیتی مبارزه با جنایتکاری حقوق و آزادی‌های شهروندان و تحکیم مقابلت قانون می‌باشد. سفر 1914 فرمان تلفن داشتم و دعوای سعودی که اتاق نسبت چند نفر بلاگرایی برای اینترنت نوآوری در یک نقش برنامه‌ای شدند Naomi Schnapp wurde so in Berufi Center gesehen am und war so in Absicht gestellt. Jordan Freire, der was ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه کار را جمهور نمودند. با رسانه‌ها نیز همکاری را خوب برآورده است که این مکانیش جنایتکاری حالت گزیده شده است، ولی در این میان از ریاست‌های دیگر در شهر و نواحی دیگر چرا با مطبوعات و رسانه‌ها همکاری زیچ ندارند؟ آخر ما با شما یک کار انجام می‌دهیم: تشکیل و تأسیس و نظارت و اصولگی مردم را سپاس. همکاری با نمایندگان پشتوی اخبار ما در همه ساختارهای ما در میادها و شهر نویو هستند. در بعضی چیزی شهر نویو میادها میشوند، لیکن سامانهای اولیه خیلی شهر ریاست کارهای داخلی شهر نشان میادها و برای مناسبی هست. ما برای کاری منتظر خدمت شدیم و برای نمونه کرده اگر اخباری که موضوع باشد و حوالی باشد تقدیم کدام تقدیم دیگر باشد اگر توضیح شود ما واسه اخباری شمالی بردارد اخبار برای مردم واسه اخباری شمالی و آماده هستیم که اگر کمزور در کدام تقدیم بگرد اگر شما میدونید باشد ما در اساس توشید کنید با شما اخباری نیست جناب وزیر اشاره شدنی از انجام چند بیشتر یک آمد در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای شد که وزارت کارهای داخلی از جمعه امروز به درخواست کرده است استقلالی 18 نفر شخصایی که مخالف هستند یا جویشون میشن. برسید داریم که اینها کی هستند و برای چی جویشن داره در این رسانه‌ای که به نظر اسلامی شخصی که در پاک‌پوی بین‌المللی قرار دارند اینترپول نوبت کرد. جدا چند که اینترپول در قرار دارد یا در دور 130 نفر در پاک‌پوی قرار دارد. این 18 نفر در افسانه باشد در دیوان مجلسی باشد از شماره همچنان از دور 123 هست. این از نوع همه را ما نوبت کرده در خود نوع وقت هم دارد لیکن همین نوع هست. در جایی که نباشد در پاک‌پوی ما در پاس نمی‌رد. و شبکه‌ها مستقیم می‌پرسند که در میان اینها رئیس سیاست‌مدار معمولی نظر اسلامی هم هست. باشد زیاد کرد است جوابات باید که درخواست شود نفس می‌شود. اما وقت گروهی که دستگیر کردن در خیانت کردن با دولت جنایت کردن در خود کشور هستند در پاک‌پوی قرار دارند. هنگامی واکنی و هنگامی صحبت در ساختارهای همکاری و برابرتو همه وقت در پاسوی ما می‌خوریم که این افراد دستگیر شوند. آخرا دستگیر می‌شوند آخرا در وقت جمهوری تاجیکستان وارد می‌شوند در قانون جمهوری. یک سوال دیگه جناب وزیر، همین
یک شهروند دیگری تاجیکستان از پولش استقرار شد یا دیپارت شد به تاجیکستان از سمت بابایی کشاورزانش در رسانه‌ها گفتند که نمیدونند که در کجا هست آیا این در تاجیکستان هست دستگیر شده است و چی میکنند سوال اولی ما که در شعبه شناسنامه‌دهی شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا هنوز هم با تغییر غیر نقدی برای نمایان فعالیتی کار شده. اینجا عدد بازار ثبت یافته است. الان برای پاسپورت ثبت کردن دست گفته. و سوال دیگه من شعبه شناسنامه‌دهی ناحیه سینا غیر نقدی به قانون سرمایه دولت است. نداریم لیکن پیگیری میکنیم و جواب میگم همون شعبه شناسنامه‌دهی رنگ بزرگ شد. Вопрос, вот вы про экстрадицию сказали преступников, ну, различных категорий. Сколько из них экстрадировано из России? Спасибо. در مدت 6 روز گذشته از طرف قوای وزارت کارهای داخلی با درخواست خود جمهوری فدراسیای روسیه 117 نفر جستجو شونده دستگیر کرده شد از طرف قوای وزارت کارهای داخلی و 373 نفر از فدراسیای روسیه دستگیر و برگردانده شد جستجو شوندگان. С телефонным мошенничеством, интернет-мошенничеством. Да, вы немножко говорили об этом. Меня интересует статистика за первое полугодие, сколько было выявлено и какие меры были проведены. در طول 6 ماه سالی روان 53 جهت در سمت امنیت اطلاعاتی وزارت کارهای داخلی دیگر با خیلی گرفته شدند. نسبت 129 حالت‌های طلب‌های اینترنتی با خیلی گرفته شده ضرر زیاده از 4 میلیون سومانی 27,000 دلار و 85,000 روپیه مصرف در بر می‌گیرد. Понимаю, а что мы подумали, что vai corpo não voleu, na literatura eu sabe que já puxando lá foi isso aí, drugi vai na relação de explicar, mas tá muito bom esse sistema não tá o rei pesquisou com o planeta, vai no que não voleu, a maneira da mexa vai o moro ministro já foi isso que está aí no grupo chamando tipo nome do champanhe دام 6 ماه سال جاری 8 حالت مناقشه گروهی با اشتراک 53 نفر مورد پیشگیری شده از اینها 10 عدد کار مسئولیت گرفته 84 جنایت با اشتراک 82 مورد بخیر اساساً چورابیای پیشگیری کنیم پراتراکتی چطوری که در برنامه دارم از این بیشتر گذاشتن زیاده از 10,000 چنین چورابی هست. زیاده از 10,000 در این موری ما صحبت با برنامه برای فکر تلویزیونی و دیگر چورابی رو باید خودمون جواب جواب پیشگوی رو اساسه پدر قانونی نداریم. چیکار مردم بزرگترین هستند 107 حالت 107 حالت مردم نسبت زنها هست
Устор дар муддати 6 моҳ аз чилят ҳолате ки содир шудааст устор дар гурӯҳи ҳамаш шудааст аз ҳамин 25 ҳолаташ дар мурӯшаи оилавӣ аст. Thank you.